دوستای عزیز، خواستم اینو بگم برای ایرانی از هر قوم و زبانی هیچ فرقی نمیکنه که هوا در حال حاضر چطوری باشه. اونایی که تو خارج از کشور هستن، البته منظورم بیشتر اوناست. تو هر شرایطی ما الان باید به فکر اتحادمون باشیم و بتونیم این اتحاد و همبستگی رو به گوش جهان برسونیم، نه فقط خودمون و ملت ایران، به گوش جهان که بفهمن ما میتونیم و این دولت ننگین جمهوری اسلامی، این رژیم کثیف رو از پای در میاریم با اتحاد و همبستگیمون. هوام به شدت برفیه الان، خودتون هم دارین میبینید. من راه میکنم دوره، پیاده رویم هم زیاده و مجبورم یکم زودتر راه افتادم که برسم به راهپیمایی، به خاطر اتحادمون، به خاطر ایرانمون. به عنوان یک کرد این افتخار رو دارم که در کنار سایر قومیت ها و زبان های ایران، لک و لور و ترک و فارس و بلوچ و مازنی و گیلک هیچ فرقی ندارن، هممون برادریم، هممون در کنار همین میخوایم این اتحاد رو شکل بدیم و ایرانی آزاد و دموکراسی رو داشته باشیم. بجی کردستان، بجی ایران، بجی تواوی قومیتکان، بجی تمامی زمانکان، هموتان لسر چاوی من جاکتان هیا و قربانتان بندت بین نوانو.